زبان ادبی تاجیکی در 25 سال اخیر خیلی دیگر شد و پیش رفت. در این مدت این زبان توانست که خود را از کلمه ها و کلکه های روسی خیلی پاک کند، واژه ها و اصطلاحات زیادی را از فارسی و دری قبول و هضم کند و هم به زبان معیار گویا نزدیکتر شود. اما در این میان معلوم می شود که از خود اهل زبان فراموش شده است و قلمرو کاربرد زبان ادبی تاجیکی در همان یک محدوده تنگ باقی ماند و با وجود هنوز 25 سال قبل زبان دولتی تاجیکستان اعلان شدن تاجیکی زبان ادبی یا به تعبیر یک همصحبت جوان ما در دوشنبه زبان با آدابی متاسفانه زبان عام نشد. چه نرمالی با آداب با همین پدر مادر ما آداب نشون داده برای با آدابی گام میزنیم. خیلی вообще خیلی به ادبی تری نمیکنه. خیلی هستن بچه‌ای که هستن که به ادبی گام میزنن. با آداب است به ادب است. خیلی همین خیلی. امروز با زبان ادبی در تاجیکستان اساساً دو قشر کم شمار روشنفکران و روحانیان و آن هم نه همه صحبت میکنند. اما زبان بقیه که اکثریتاً از این همه تحولات گذشته با زبان ادبی تاجیکی آبی چندانی نخورد، بلکه برعکس به علت بالاتر رفتن سطح بیسوادی جامعه باز هم ساده و کم بغل‌تر شد. فرق بین این دو تاجیکی ادبی و کوچک حالا چنان شده است که مردم عام صحبت روشنفکران و روحانیان با زبان ادبی را خیلی به سختی میفهمند و آن جانب از زبان عامیانه و پر از وولگاریسم ها گریبان میگیرند. راستی گپ که با یک زبانی آمیخته با یکدیگر سخن میگویند، نه قاعده زبان را رعایت نمیکنند، در نتیجه سخن راستی گپ که زبان قدر که تازه نگاه نمیدارند همه کمودی همیه. و حالا این زبان عامیانه و پر از وولگاریسم با اینترنت هم راه یافته است. اینترنت به خصوص شبکه‌های اجتماعیش مالامال شرح و نظرها و مطلب‌هایی است که از طرف جوانان تاجیک داشته شدند و گویا به تاجیکی است، اما چنان به تاجیکی که بیاید چند از این مطلب‌ها و از این اظهار نظرهای جوانان تاجیک را با هم ببینیم. مثلا انتون از دبی می‌نویسد تیرا می‌فورد که ایشون نوردین مانند. شم در پاسخ با شوخی میگوید که مرا می‌فورد تیرا مانند. عجیب این است که صدای ای هنوز در سال‌های 90 از الفبا و املای زبان تاجیکی کاملا همچون یک صدای بیگانه حذف شده بود، ولی این حرف این صدا در گفتگوی جوانان تاجیک امروز دوباره احیا می شود. یا نفری در اینترنت در شرح خود همگی دو حرف نوشته است: تو کو. من برای مثال خیلی معنا آب کردم تا بفهمم که منظور این آدم هست تو بیکن. در واقع برای خواندن یا فهمیدن بعضی اصطلاح‌های زبان جوانان امروزه تاجیک کس در حقیقت نیاز به یک ترجمان دارد. صاحب نظران چنین جدایی یا با تعبیر زبان ادبی شکاف بزرگ بین زبان خاص و عام را یک مشکل عمده زبان امروزه تاجیکی مینامند و میگویند دنبال اصلاح زبان یک موضوع مهم سواد مردم فراموش شده است و حالا با آنکه خزینه لغوی زبان فارسی را صدها هزار واژه میگویند، زبان کوچه در تاجیکستان با همگی چند ده یا چند صد کلمه محدود شده است و آن هم اساساً با این یا آن لهجه و وولگاریسم های چون خرشه. بیشتر از خود چی وابستگی دارد؟ از اویلا وابستگی دارد. چون که اگر اهمیت داده باشه در اویلا ها با زبان ادبی گپ نمیزنه. این یک دیگه میگه. سوز اینا فیلمایی که در تلویزیون نشون میدن برنامه از بیشتر با لهجه است. این سببش همین است فکر من. نمیدونم تاجیکی خودمون آخه. در جای گپ تاجیکی خدای میسر اگه ملت دیگه. نه زبان ادبی تاجیکی یا که زبان لهجه تاجیکی؟ اینم لهجه تاجیکی. برای چی با فکر شما زبان ادبی خود گپ نمیزنه؟ زبان ادبی نمیدونم وقتا. نمیدونم. خیلی زبانی خیلی لهجه قطعی نه که باید اساساً زبان ادبی خطی گپ زدن در کاره که با گپای خوشرو با گپای چی با زبان ادبی خطی گپ زدن. اما برای چی گپ نمیزنید؟ خیلی هر آدم هر خیلی میگوشه داک. برای مثلا خود شما زبان ادبی رو خوب میدونید؟ نه افزوده نرمالی میدونید. مثال پدر مادر میگیم و طرز گفتاری ادبی داریم در اصل
در خونه بود. بله در کوچه چی مثلا با رفیقاتون بود ببینید؟ با رفقام اینا همونطور مثل همین چیزی که در خونه صحبت میکنیم مثال چگونه رفتار که در خونه داریم در کوچه در همه جا یک زبان با یک شیوه مثال زبان مادری طرز مثال چیزی که پدر مادر میآموزند همونطور ما صحبت میکنیم. من با رفیقانم و در خونه با زبان با ادبی گپ میزنم و نمیخوام که گپم با مثل البته میدونیم زبان ادبی رو با پورا گپ زدن نمیتونیم. یک منبع آموزش هر زبان کتاب است. در جمهوری چک که اهالیش 10.5 میلیون یعنی تقریبا 30% از تاجیکستان بیشتر است، مردم سالانه به مبلغ 8 میلیارد کرون یا تقریبا 400 میلیون دلار کتابی بدئی میخرند. یعنی هر نفر در سال دست کم 40 دلار برای خریداری کتاب صرف میکند. اما بنا به آمار وزارت فرهنگ تاجیکستان در نیمه اول سال 2013 در این کشور همگی 80 نامگو کتاب با تعداد 160,000 نسخه به چاپ رسیده به مبلغ 0.5 میلیون سومانی کتاب فروختند، یعنی همگی یک کتاب برای 50 نفر. بنا به حساب ها مردم در تاجیکستان برای خریداری کتاب همگی 24 درم یا 5 سنت صرف میکنند، یعنی 800 مرتبه کمتر از یک نفر میانه در چخیا و 1200 مرتبه کمتر از پولی که مردم در تاجیکستان برای پر کردن حساب یا به زبان کوچه شات تلفن موبیلشان خرج میکنند. جوانو کتاب میخرن، فقط کتابایی که نه برومد نه اون پیشترک کتابایی که مکتب توصیه میکنه کدام کتاب وای میکنن اما میخرن. اما با اختیار خودشون که بیان مثل پیشتر که هر یک خونه نه خیلی پدر مادرشون اومده امو کتابای میبینند و درونش دیده بعد وای میکنن او دیگه مکتب بچگان یگون تاش وای نمیکنن انتظار نمیکنن. تنها در کوچه مرکزی پایتخت چخیا شهر پراگ 3 مغازه کتاب است و حالا ما در نزد نیولوکسور بزرگترین آنها قرار داریم. لوکسور عبارت است از 2 آشیانه در زیر زمین و 2 آشیانه در بالا، یعنی از 4 آشیانه و حالا می رویم داخل فروشگاه. غناوت هر زبان را میتوان از شماره لغت و فرهنگ‌های تفسیریش هم دریافت. زبان چخی البته از زبان‌های رقم 1 اروپا نیست و از 250,000 کلمه‌ای که در بزرگترین فرهنگ تفسیریش موجود است، عملاً در زبان امروزه جمهوری چک و این مردم چک تقریباً 48 تا 50,000 کلمه‌اش مورد استفاده قرار داشته است. ولی در فروشگاه نیولوکسور یک شعبه علاهیده هست برای آموزش زبان چخی که اینجا هم دستورالعمل ها هست برای آموزش زبان، هم کتاب های درسی و چندین فرهنگ تفسیری مثل سلونیک سپیسونه چشتینی که برای خوانندگان مکاتب است و تفسیر 62,000 کلمه را در بر میگیرد. هست در اینجا اکادمیسکا گراماتیکا یعنی املای اکادمی زبان چخی و حتی هست از سلونیک نسپیسونه چشتینی. این در بر میگیرد 17,000 کلمه را که در زبان ادبی استفاده نمیشوند، یعنی واژه هایی که در زبان کوچه و در زبان گفتگوی این مردم هست اما در زبان ادبیش نیست، چیزی که ما فکر میکنم نداریم. فرهنگ و لغت هایی که می توانند همچون منبع آموزش زبان ادبی تاجیکی استفاده شوند کم نیستند، خصوصا لغت های چاپ ایران و به خط فارسی. برای مثال لغت علی اکبر دهخداست که در 200 جلد چاپ شده است و 26500 صفحه دارد. این لغت در اینترنت هم دسترس است ولی به خط فارسی. ولی برای اونهایی که به فارسی بلد نیستند هست فرهنگ زبان تاجیکی چاپ هنوز سال 1967 که تفسیر 45,000 کلمه تاجیکی را در بر میگیرد و در سال 2008 فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی به بازار در آمد که این علاقه 80,000 کلمه تاجیکی را تفسیر میکند و در حال حاضر کاملترین فرهنگ زبان تاجیکی ادبی همین 2 کتاب به شمار می روند. اما نرخ این فرهنگ ها خیلی بلند بوده است. در فروشگاه های پایتخت تاجیکستان نرخ اینها شروع می شود از 160 سومانی و می رود حتی تا به 500 سومانی و چنین نرخ بلند در شرایط تاجیکستان که 3/1 اهالیش در زیر خط فقر به سر می برد البته عزم
اراده هر کس را برای آموزش زبان خیلی زود سرد میکند. فرهنگ زبان توجیکی نداریم تمام کردیم. چند پولی بود اون؟ 125 سوم 2 جیل بود. اما احمدشاه کاملزاده تحلیلگر تاجیک میگوید به صورت عموم نگریسم زبانی که امروز از گریبان تاجیکستان گرفته است میراث 70 سالی شوروی است که زخم‌هایش تا حال شفا نیافتند. امروز وقتی که ما میبینیم که یک دانشمند، یک فرزند تاجیکستان، یک عالم، یک نمیدانم زیایی وقتی که صحبت میکند کلمه میکواد، وقتی که صحبت میکند هزارها نمیدانم باشد نباشد و وای وای هزار چیزهای بیگانه را استفاده میبرد. به این دلیل است که اونها زبان نمیدانند. قانونهای زبان، واژه‌های زبان، سخنهای زبان و بخصوص جمله هایی که برای استفاده و بیان یک اندیشه ضرور است اونها را نمیدانند. با این حال زبان کوچه و زبان ادبی در تاجیکستان ظاهراً در دو کشتی مختلف نشستند و به دو سمت مقابل شنا میکنند. زبان ادبی روز تا روز گویا غنیتر و پاکتر می شود و به زبان معیار نزدیکتر و اما زبان کوچه برعکس کمبغلتر و غلیظتر و تا حد پر از دشنام که به گفته یک مصاحب ما کس میخواهد در کوچه های دوشنبه به گوشش پخته بخلد و چیزی نشنود و در صورت ضرورت به اقرار یک همصحبت دیگری ما بر رویش پوست کشیده با همین زبان عامیانه صحبت کند تا منظورش را در کوچه و بازار درست بفهمند و مبادا افغان یا ایرانیش نگمارند. اما مشکلی بزرگتر به عقیده روشنفکران تاجیک پیامدهای این حالت بوالعجب است، زیرا بعد 10 یا انا 20 سال دیگر امور کشور به دست همین نسل میگذارد. نسلی که امروز ذخیره لغوی بخش اعظمش با همین چند ده کلمه و آن هم اساساً وولگاریسم ها خلاصه می شود و خیلی به سختی میفهمد که یک شاعر، عالم یا مولایش از منبر چی میگوید.